بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، یاران همیشه همراه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم در هر کجا که هستید لحظات خوب و خوشی داشته باشید. راز شاد زیستن یکی از اون اموری که باعث میشه انسان شاد زندگی بکنه و تبسم به چهره اش بنشیند این هست که شخصیت خودش رو داشته باشد، بی شخصیت نباشه. معنی و مفهوم این حرف این هست که بسیاری از انسانها تلاش میکنن صدای دیگران رو در بیارن، تلاش میکنن مانند دیگران حرف بزنن، مانند دیگران راه بروند، از دیگران در هر چیز کوچک و بزرگی تقلید بکنن و این خودش برایشون یک عذاب و یک دردسر هست. باید دونست که هر انسان شخصیت خودش رو داره و اون طعم و بوی خاص خودش رو دارد. قد علم کل اناس مشربهم. هر انسانی محل نوشیدن خودش رو میداند. این هست که ما تلاش بکنیم که خودمون باشیم، شخصیتمون در شخصیت دیگران ذوب نشه، رفتارمون در رفتار دیگران ذوب نشه. اگر خواسته باشیم مثالی بزنیم و ضمن یک مثال مسئله رو توضیح بدیم، انسان مانند درخت هست. نگاه کنید، هر درختی رنگ خودش رو، شکل خودش رو و بوی خودش رو داره. میوه های هر درختی زردآلو با آلو، با موز، با گلابی فرق میکنن. هر یکی طعم خودش رو، بوی خودش رو و شکل و زیبایی خاص خودش رو داره. اگر شما گلابی هستید به دنبال این نباشید که موز باشید. اگر موزید به دنبال این نباشید که زردآلو باشید. به دلیل اینکه هر انسانی شخصیت خودش رو داره، سعی کنید شخصیت شما در شخصیت دیگران ذوب نشه. اونطوری که امروزه یک عده‌ای ذوب ولایت فقیه هستن، یک عده‌ای ذوب فلان شخص هستن و اینی که میبینیم جوانای ما امروز برای اینکه شکل خودشون رو به شکل فلان انسان غربی، فلان بازیکن، فلان بازیگر، فلان هنرپیشه در بیارن، شکل موی خودشون رو، شکل لباس خودشون رو، رنگ صورت خودشون رو سعی میکنن اونطوری در بیارن. این دلیل بر این هست که انسان خودش از خودش شخصیت نداره، به دنبال ذوب شدن در شخصیت دیگران و الینه شدن در شخصیت دیگران هست. در نتیجه هم شخصیت خودش از بین میره و هم نمیتواند مثل شخصیت دیگران باشه. خداوند هستی از ابتدای آفرینش تا کنون دو تا انسان مانند همدیگر نیافریده و در آینده هم دو انسان مانند یکدیگر نخواهند بود. پس تلاش نکنید که در شخصیت دیگران ذوب بشید و در شخصیت دیگران الینه بشید، بلکه شخصیت خودتون رو حفظ بکنید. شما زیبا هستید، شما خوب هستید، شما آدم درستی هستید، به شرط اینکه شخصیت خودتون رو حفظ بکنید. پس با شخصیت باشیم و در شخصیت دیگران ذوب نشیم. تا جلسه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.